سلام، خوش آمدید به چنل ماتریکس. قرار امروز ویدیو پنداندازهای آیسال اسلامی رو بریم و ببینیم، با هم عشق کنیم، کنار هم باشید، لحظات شادی استفاده کنیم. لایک، کامنت و سابسکرایبتون نره. بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب شروع میکنیم با ویدیوهای بانو با مزه آیسان. اولی ویدیو برای تو از این پایین برای تو غذا و اینا میاریم. غذاهایی هم که برای من میارم بچه ها آهو میارن، دست و پاش بسته است، چون من نمیتونم بودم اینو بگیرم دیگه، فهمیدی؟ خیلی تو بچه ها تو بد موقعی از زندگی هستن، دارم نوکپوک خودم میزنم. چی آیسی رو مریض کردین انداختین این بغل، میگن تو رو چش کردن، چی قیافه کسکش کجکوله منو چش کردن، چیه منو بی‌ناموز چش کردن، من چی دارم منو چش بکنم؟ شام شیخ‌های سعودی باشن، حاجی و پسر قدیر جان گولر با لامبورگینی اومدن منطقه رو به خاک و خون بکشن. گولر. حالا این ماشین رو دیدین بچه‌ها، کس خوار این ماشین سعودی، اینو بچسبین. حاجی جون در حاجی رو در بوده مارد شد. ای خدا رهنه سرویس. حالی کن خارکوزه بره. میدونم آقا الان میخوای تو شکمت نگه داری که چی بشه، کجا بخوری میخوای ببری بیاری نیم کیلو انا بریز خسکشو بره دیگه. بابا همش که نبود من بگم که بدن خوبی هم داره. آخه رفیقه دختر میبینی جوب میگیردش. آقا ما نیزه اومدن حاجی رو ببرن. حاجی آقا حاجی ما رو اومدن دو تا کس نیزه‌ای حاجی رو بگیره. دنی بیکه پول آره بوزده داره آره جلکی خجالت ناکن. کثافت ببین چقدر بی‌حیاه، میگه پایین دست بزن اینجا رو نکن داره خودش میگه. نه خودت گفتی نکن، باشه بشین بغل من. این کیف چیزایی دیده که میگه این پسر کسکش کی باشه. این الان میاد پیش خودش میگه آقا این همه آدم، این همه یوزر تو دنیا بود، چرا این کونکش من خرید؟ تازه تو رو گرفتم من. آخ آیسی رو میخواد، آخ حاجی جون کجاست؟ خدا لیبا مزه. حاجی جونم، حاجی کجایی؟ آقا ای خدا. قدیر تو که میخواستی زندگی نکنی، تو که میخواستی اینجوری، من میخواستی چیکار قدیر؟ بچه میخواستی چیکار؟ یه سوره به عربی باید به قدیر بگم، الذین من الفسفسو. ای پدر اون شب نمیتونستی لالا کنی نسخسو؟ الذین من الفسفسو. وقتی رفیقم میگه چی من بدمستم، رفیقم بعد میگه مثل گل بودی قبل بی معرفت من واسه تو کس بودم یا نبودم؟ خدا میشه دل بودم اومد بالا ناموسم. روزی که حاجی داره فدای آخر میکنه میره خونه بخت، هر لحظه احتمال داره شب برم دم خونهشون فیوز بزنم برم اونو عروس قتل عام بکنم. سری حاجی رو بندازم دو ساک بگم بابا من فقط دیگه به خودت بخنده این داستان. کسی دیگه خندار شده چی بخنده مانه جلال کنم از سر خدید خندار شده اون موانم. بعد امروز هم نوه میگه مادر بزرگ من تو خوشش میاد،
گفت هر چی بخوای براتون میخره، ساعت، مواد، لباس. گفتم کسخلی من همه چی دارم. اون موقع که خارکوسه گیر بودیم یه دونه اینا کسا گیرمون نمیافتاد. خارکوسه حالا که دستمون به دهنمون میرسه حالا بیا کنی پیرزن بذاریم. کسخلم میگه. کسمشن. فهمیدی چی میگم؟ وای دهنت سرویس. خیلی خوب بود. واقعا هم خوبیه. من خودم شخصا نمیدونش بگم دوستش دارم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشی، لذت شادی که هر سفری کرده باشین. لایک، کامنت و سابسکرایب رو حمایت کنید و بگید چه ویدیو دوست دارید بگیرم تا ویدیو دیگر. بدرود.